دادستانی ختلان گفت شماره زخمیان ترکیش در ناحیه باختر به 21 نفر رسیده است. رجب علی یولداشف معاون دادستانی ختلان روز 12 ایول در صحبت با خبرنگاران در قرغان تپه گفت تحقیق سبب‌های ترکیش در نقطه بنزین فروشی در این ناحیه ادامه دارد. قبلا مقامات گفتند که در نتیجه ترکیش 17 نفر زخم برداشتند. در این فلاکت علی خان ملخوی 35 ساله ساکن شهر سربند هلاک شد. ترکیش و سوختار در یک نقطه بنزین فروشی در ناحیه باختر روز 9 ایول سر زد. ستاد حالتهای فوق‌العاده ختلان گفت که رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری سبب ترکیش شده است.